پرون مو دایمنشن ویل کنه دایمنشن که خو مشکل نلره کنه دایمنشن که خو کوم ستونزه نده پاتې هم لینیر دایمنشن مو ویل انګولر ټول خلاص نن راځو بیخي یو نوی درس ده سیکشن ته راځو امروز سیکشن رو میخوام به خاطر گرفتن سیکشن اینجا مثل اتوکید واری نیستن که اونجا که مثلا ما سیکشن رو جور میکردیم زیاد سرشان کار میکردیم نه حالی ببین خیلی زود میشه اینجا دویو بیاین دویو میری دویو اینجا سیکشن هستن 3D ویو هستن باز اینمی سیکشن هستن صحیح در اینمی سیکشن میرین این سیکشن رو کلیک کنین از هر جای که میخوایی سیکشن بگذاره سیکشن رو بگیرین اونمونجا کلیک کنین ما از اینجا یک سیکشن رو میگیریم صحیح تا اینجا که زینه بیاین ببین اگر اینجا یک کلیک کنین اینمی display the view defined by this section اینجا دبل کلیک کنین به او سیکشن میرین اون راسن اونمو سیکشن کلش گرید که زینه بود اون اسلب هستن دیوارا هستن این میشه در این پایین ببینین ریلیستیک اگر میبینین اینمی رقم کل چیزا اینمی اینجا بالو میشه چی رقم خطا؟ به سیکشن نه باید اینمی گرید لاین ها که هستن این باید در ایلیویشن سیکشن در چیز باید بیاین ولی رویت خیلی خوب کار میکنه میبینی در اینمی گرید لاین یک و دو هر چیز که هستن اینمی دروازه خیلی خوب پامیده میشه نه که ای از کجا سیکشن گرفته خب قسمت بالا سرش دیوار چی هست؟ کدام؟ این پاراپیتوال است این دیوار پاراپیت است؟ اینمی سلب است اینمی پاراپیتوال است اینا پایین شامی رقم است؟ این است نه این پاراپیتوال خود چی هستن؟ خود تعمیر هستن خب این مهم نیستن ما خود تنها سافتویر را میخوانیم که چی رقم استفاده میشه که پاراپیتوال باز خودتان بته نته او باز مربوط شما میشه نه که چی رقم از این استفاده میکنیم خب باشی اینا دینی سیکشن و ما یک نفر بریم به خاطر لیول سطح لیول نشان میدیم تو تکستیم پلان داره؟ چی رقم نفر بریم؟ مثلا شما در سیکشن گوش میکنیم در وقت یک نفر نشان میدیم که نفر یک مورد نیست حالا خب ما پیش نرفتیم ما تنها سیکشن گرفتیم مواد و اینمی پیملی چیزا ما ناوردیم خب اینم اینجا مثلا اگر اینجا این سیکشن ما گرفتیم در این اتاق ما یک چیزی میمانیم صحیح در این اتاق میری در ارکیتکچر اینجا برین در کمپوننت پلیس کمپوننت صحیح در این پلیس در لود پیملی برین در لود پیملی اینجا ببینیش کجا نفر است یا نیست لیفت است لایتینگ است سرفیس سپلای است ویلینگ است پیپل اینمی نفر هستن صحیح نفرهای 3D را پیدا کنین این خودتان ایستاد هستن خلاص خب یک شما میاریم هر رقم که آوردیم صحیح با شما میشه که دایی ببینیم هر یک که میاری صحیح ما اینمی میاریم یعنی اینم اینجا نفر آوردی اینجا استاد کردی صحیح یگان چیزا هستن کارهای بعدی هستن خب از کمپوننت مکمل ما برایت میگیم که کجا چی رقم چی میشه ولی در سیکشن خیلی گپا هستن اینجا دبل کلیک کنین اونمونجا برین اون نفر که آوردیم اون هیچ چوکی نداره شیشته صحیح خب میشه اونجا در پیمیلی که نفر داری میز داری هر چیز آورده میتونی خب مهم نیستن اینمی را دیلیت میکنیم میتونی که بیاریم اگر حالی اینجا مثلا او لیولا را نشان میته اگر در اینمی نوتیشن برین سپارت الیویشن که میگفتیم نه اینجا خیلی خوب نشان میته باز میبینی اینمی لیول یک هستن نه اگر تاپش بگیرین
این تاپ شد. اگر از این سلبالی که بالا و پایانش نشان میداد نه، این اسپارت الیویشن هستم، پلیت اومیگی هستم. خب پس به اونمو درس نمیریم که پس چی شد. خب مقصد میشه که از این استفاده کنی، از اسپارت الیویشن. دیروز گفتیم نه، اگر دیگه اندازه گذاری میکنی دیگه اندازه گذاری کرده میتونی. مثلا از یک منزل تا دیگه منزل این رقم این اندازه گذاری شد. اگر زینه را اندازه گذاری میکنی خوب میشه. خب امروز ما درباره سیکشن گپ میزنیم، تنها در سیکشن پیش میریم خلاص. پس به او پلان برین. در منزل یک گرفته بودیم اینمی سیکشنه. اینمی خطا را میبینی، این نماری که معلوم میشه. برای خطونه چی خکاری دسی داسی چی راغلی کنه. دیده مطلب چی شده؟ دیده مطلب داده اوس که تا غواړی چې دا سیکشن ګوره یوازې دې ځای پورې درته ښکاره سي. دا دروازه بیا موږ ته نه ښکاري په سیکشن کې. ګوره دروازه د دې سیکشن نه دې خواته دی که نه. اوس که ته دلته دې سیکشن ویو ته لاړ سې، دلته یا ډبل کلیک وکړه سر باندې، دروازه موږ ته نه ښکاري. دلته وینئ هیڅ دروازه نه ښکاري، یا خواته نه دی تللی. دلته هم ښکاري سیکشن ښه، سیکشن 15 دی. او که غواړي چې دا دروازه اوس راسي، ګوره دا دروازه د ګریډ لاین 6 او 15 منځ کې دی که نه. 6 او 15 منځ کې ګوره 6 ګریډ لاین دی 15. اوس که ته هماغه سیکشن ته لاړ سې، دې ځای نه هم کولی سې چې لاړ سې ښه 15 سیکشن ته. ګوره 6 دا دی 15 دا دی، موږ ته دروازه ښکاري هېڅ نه ښکاري. دلته دروازه شته که نه دغه ځای کې، ولې اوس موږ ته نه ښکاري؟ ځکه موږ سیکشن کې هماغه سیټینګ مو نه دی برابر کړی چې دغه هغه ښکاره سي دروازه. اوس که ته دا دې خواته راوړې صحیح ده، اوس دا دروازه به موږ ته ښکاري. ډبل کلیک وکړه دا د دروازه ښکاري. په دې مطلب خو وپوهېدی که نه؟ یعنې د دې لاین ګوره د دې مطلب دا دی هر څومره چې لرې وي لرې، یعنی که دلته هم یو شی واوسي دا دروازه که هېڅ نه وي که نه اوپننګ وي، بیا دا هم موږ ته ښکاري دغه ځای کې هر شی چې دی. پشت پشت اگر اینجا شیشه باشه یا اوپننگ باشه خب باز اینم اینجا هر چیز که باشه اینمی نشان میده به ما. هر چیز که ببین اینمی سیکشن اینجا میاریم خب اینجا موو میکنیم اینم اینجا میاریم صحیح است. ببین این دروازه را قطع کرده، اینمی کلکین هستن و این زینه را قطع کرده. اینجا اگر کلیک کنین دبل کلیک کنین اون زینه برای معلوم میشه، اونمو پایه معلوم میشه نه. ولی خب سر بپامی اینم اینجا یک دور یک چیزی میمانیم اینجا میریم نه خیر دزه کمپوننت په ساحه کې به یو شی کېږدو چې سړی سم وپوهېږي. اینم این پارک شته بدون چوکۍ، اینم اینجا شته صحیح است. حالی داخل اینمی لاینه هستن نه، ببین که معلوم میشه یا نمیشه. میبینی خیلی دور هستن معلوم میشه. و اگر بازو نفر هر چیز که پشت اینمی لاین هستن هیچ چیز معلوم نمیشه. نه هیچ معلوم نمیشه. اگر بریم اون هیچ معلوم نمیشه. خیلی زود برای جور میکنه و خیلی خوبتر. ضرور نیستن که زیاد سرشان زحمت بکشن. خب با او که فهمیدین با او لاینا، اینمی لاینایی که دایی بغل و دو بغل هستن عین اونمو معنا را داره. تنها او پیشروی معلوم نمیشد نه، ای در بغل معلوم نمیشه. مثلا اینمی اینجا ما میخوایم اینمی کلکین تا اینمی نیمه معلوم شود، اینه تا اینجا نه، تا اینجا مجبوریم که کار میکنیم. اون سیکشن تا اونمونجا چی میشه؟ خطا میکنه. مثل که کراپ هستن یا چی؟ کراپ هستن نه؟ CROP هستن چی؟ اینمی خورد میکنه، کراپ میکنه برایتان. ای تو
مینوال هم میتونی که چی کنین. اگر هیچ به او سکشن نرین اینمی بوندری لاین نمیبینی، اینمی را سلکت میکنی، این را که سلکت کردی تا هر جایی که میخوای این طرف میاری او هیچ معلوم نمیشه، اینمی میاری خورد میکنی، این طرف میری او طرف میری کلش معلوم میشه برای. از اینجا مجاز کرده میتونی اونمو دو طرفش و اطرافش. اگر اینایی تا اینجا میبینی خود تا اینجا خو مشکل نداریم. از اینجا میشه که ببریم، کم میکنی زیاد میکنی. و دیگه اینجا کراپ سایز کراپ است یا کراپ هرچی که تلفظ میکنین. خو این منظورش این هستن که چقدر اینمی سکشنی تان کم میکنی زیاد میکنی اونمو ویو هستن، نه که چقدر میکنین. اونجا ما این اگر ما به این سکشن بریم اینمی سکشن اینمی اینجا بریم نه یک خو اینجا در روی صفحه میتونی که خورد و زیاد کنی. اگر ای تو میکنی که ای را سلکت کنین اینمی سایز خود سایز بته برایشان که چندی در چند شود. باز میشه که اینمی اینجا وید هستن ده هایت ده لوڑواله اینوتیشن کراپ اپسیت ده داغا چپ خواه یعنی کین خواه نڅومره اوسی 100 میلی ورکه د خیلوري نه د پاس نه لاندې نه او اورال سایز بیا دلته درته لیکي. اوس دا چې ورسره جمع سي بیا اورال سایز ګوره زه دا ورته 100 وایم صحیح ده 200 هلته اورال سایز هم بدلیږي ځکه دا ورسره جمع کیږي. یه لیفت و رایت که هستن پس کتی او جمع میشه نه کتی 200 اونمو 5 که جمع شود دونیم اونمو 25 میشه نه. باز کتی اینمی اگر ای برایش میگه که اینا 300 با ما نشان بتین اونا 300 پس که 5 کتی او جمع شود ده هایت تاپ و باتم داشتیم نه اپلای کنین اونا کلان شد. با اونمو اندازه چیزی که میخوایم با اونمو اندازه چی شد جور کرد با ما. خود تا اینجا خود مشکل نبود نه. ایدیت هستن اگر ایدیت کرده میتونین. خب اینمی که کراپ هستن میشه اینمی را ایدیت کنی. میشه اگر ای باز هر رقم که بخوایی اونمو رقم ایدیت کرده میتونی. اگر میخوایی ای قسم برای نشان بده اینمی ای قسم باشه نه هیچ چارکنج نباشه اونمو قسم دیده میتونین. هر رقم که دل شما هستن اونمو رقم دیده میتونین. ای از اینجا بردین خب ای را سلیکت کردین اینمی مود که هستن ایدیت کراپ هستن. اگر ریسیت برایش بگویم پس ریسیت میشه بجای خودش پیش که در کدام سیتینگ بود در اونمو میره. خب دایی خب کدام مشکل نبود نه. حال یک دیگر رقم کتا دایی خب پامیدین یک گپ دایی زیادم رفت. حالی میگیم اگر این طرف ما خو این طرف دیدیم نه از اینجا معلوم میشه برایتان این هیت که هستن از این سیکشن یعنی ایسو دیدیم. اگر میخوایی این طرف ببین این طرف این دو تیرک که معلوم میشه اینجا یک کلیک میکنی خود شروعش او طرف رفت دیگه. اگر اینجا کلیک کنی اون سیکشن از اینمی طرف گرفته تا اونجا کلیک میکنی سیکشن برایت میگیره. خود تا اینجا خود چیزی مشکل نبود نه. حالی میخوای یک سیکشن بیخی مغلق داشته باشین مثلا این تو از یک جای بگذاره باز در توکت اونمو رقم میگیره به خاطر که زیاد وقت نمیباشه نه یک سیکشن آدم جور میکنه یا زیاد که جور کنه دو دانه مجبور هستن اونمو رقم سیکشن مغلق داشته باشی. ولی دایی او اپشن هم هستن هر رقم سیکشن که میخوای اینما اونمو سیکشن هم میگیریم سیز دویو برین دویو اینجا در سیکشن از هر جای که سیکشن این از اینجا میبری این کمی پشت سر ببر این در روکیم میرسه
اینجا سپلیت سگمنت هستن با بخش که تقسیم میکنین اینمی را سپلیت کنین هر جایی که سپلیت میکنین ما اینجا اینمی را سپلیت میکنیم خب این ایسون میارین اونمو سون میبرین هر طرف که میبری اونمو طرفی سکشن میره این تا اینجا اگر دیگه جا هم سپلیت میکنی او دل شما هستن اگر این رقم هم میگیری برایت میگیرد مشکل نیستن برای وقتی چیزم نیست هر رقم که میخوای اون برایت میگیره این ای رقم سکشن بگیریم که بخی مغلق شویم از این طرف ببینیم از این نمی طرف حالی اگر در سکشن بریم این نمی سکشن اینجا یک رقم برایت معلوم میشه اونجا از زینه گذشته اینجا باز اینجا که تشنابا بود نه پشت سر همه در این سکشن خود دیگه کدام مشکل نداره یه چیزایش پیش که تشریح کردیم اینی اونمو کار میکنه اگر این میخوایی تا اینجا ببریم میشه که تا اونجا باز سکشن برایت بگیره نشان بتن خود دیگه خودتان میتونی که یه اجست کنی یه اگر نزدیک میاری یا دور میاری و نظر به خواست شما به ضرورت شما هستن که رقم چی میکنی اجست میکنی اونمو رقم اجست میشه این سکشن شد در این سکشن حالی میتونی که نوتیشن بکنین اندازه گذاری بکنین اینمی مواد نشان بتین که چی هستن و دیگه سرشان کار کنین باز آیسته آیسته ما پیش میریم سیز یه در ویو که میبینین این معلوم میشه یا اگر ما در هیدن لاین بیاریم اینمی خب یگان چیزا هستن اینمی رقم برایت معلوم میشه میبینی اسلاب که تی دیوار جین نیستن نی از این خوبتر معلوم نمیشه در سکشن این بخی چی وری معلوم میشه بخاطر اینمی باید شما جین بکنین خب این را سلکت کنین اینجا جینت هستن یا دبل جی بزنین خود اپشن جین میای برایتن خب این جین کنین اینمی مشکل چی میشه رفع میشه خب کل دیواره که تی جین کنی این جین شود ما یک چند دانش جین میکنیم دیگه باز میتونی که خودتان چی کنی سیز اینمی تو جین میشه سیز خب پیش میریم سکشن خواندیم اینمی کال اوت میخوانه کال اوت یک دیتیل نشان میده مثلا یک اینمی پاراپیتوال هستن ما میخوایم در اینمی سکشن با ما خوبتر معلوم نمیشه نه اگر ما اندازم برایش بتین این اندازم که کلش بتین هیچ خوب معلوم نمیشه که چندی در چند هستن چی رقم هستن نه یعنی خوبتر نمیتونی که این را نشان بتین با این ضرورت هستن که ما یک دیتیل داشته باشیم خدیده دیتیل لپاره چی رزی ویو ترازی گورا ویو پیدا کده ویو که کال اوت تا دیزی ترازی دلتا کلیک وکا که رکتینگل اخلی یا سکیچ تا روز ترازو سیده زه رکتینگل اخلا رکتینگل را اخلا گورا هر څومره چې غواړې دا سلیکټ کا دا چې ښکاره سیستم کنه دلته اوس وګوره رائټ کلیک وکړه گو ټو ویو ته چې ویو ته لاړ سې هماغه ډیټیل یې درته واخیسته ډیټیل دا یو نسبت هغه باندې دی اودش باندې دی کنه ته کولی سې یو نسبت 10 ورته ووایې ځکه ډیټیل دی یا یو نسبت 10 جوړ کړې هغه تا پورې اړه لري چې یو نسبت 25 ورته وایي اوس دلته ته کولی سې چې ډېر ښایسته ټول ډیټیل یې وښیې ګوره ډایمنشن راواخله مثلا دلته ورته سلب هم درته ښکاري ان لیر په لیر درته ښکاري ګوره منځ کې دا سلب دی 14 سانتي که نه 14 بیا لاندې پلستر دی دې ځای کې بیا دلته موږ سره مارټر دی 3 سانتي خو تاسو منظم کار وکوئ اوس چې دی زه یوازې همداسې درته ښیم چې څنګه کېږي 2.5 سانتي بیا د دې سر باندې ټیرازوټایل یا هر شی چې دی همغه فینیشنګ دی همداسې تاسو کولی سئ د پاراپیټوال دی نه چې څومره لوړ دی ګوره 80 سانتي دی هغه 1 متر موږ سره په هغه کې پاتې ډایمنشن سټایل کې ښه
ځکه راوند اپ کړی دی هغه که تاسو ترې ایسته کوئ دا به دلته زه ایډیټ کړم چې دا الټرنیټ وکنه الټرنیټ بیخي ورته نن وایه اپلای دا د خلاصه اوس ډایمنشن دا چې څومره لوړ دی 15 سانتي ټول ډایمنشن یې دلته ښودلی است او یو بل ښه والی اوس که تاسو دا ټک کوئ که نه ګوره ټک دی اوس د دې سلب ټک ډاونلوډ کوئ لوډ کوئ پروژې ته بیا تاسو خپله کولی سئ د دې سلب ګوره اوس فلور ټک موږ سره نه دی لوډ سوی که فلور ټک ولرئ ما سره اوس چې زه درته ډاونلوډ کړم نوټیشن ارکیټیکچرل دلته پیدا کړئ دا د ارکیټیکچرل فلور دا د فلور ټک دا لوډ کوي پروژې ته ښه اوس به وګورو چې کار کوي که نه اوس وګوره فلور وینئ دغه فلور دی موږ سره خپله ټک اخلي موږ چې مخکې چې ما ویل چې تاسو نومونه فلور ته سم ورکړئ دیوال ته هغه د دې لپاره وروسته چې تاسو ډیټیلینګ کوئ بیا همدلته در سره ډیره مرسته کوي اینجا انجینر صاحب محمود اگر ما نامی صحیح داده باشیم وقتی که در تگ میریم نه بازی تو خیلی خوب نشان میده مثلا 130 mm تک فلور سلب داریم واسطه تگ میکنیم ضرور نیست هر جای نوشته کنیم خیلی خوب تگ میشه اینم اینجا اگر متریال هم تگ میکنین متریال هم تگ میشه خب باز یک روز بازم تگ میخوانیم وقتی که پروژه را چی میکردیم بلیاوت برابر میکردیم اونم روز باز میخوانیم صحیح حالی که لود میکنیم باز زیاد وقت میگیره دایی خو مشکلی نداری نه این مثل که اونمو را ایدیت میکردیم نه اگر این را ایدیت میکنی که این رقم نشان نتا برایتا نه این را غیر منظم این را بیخی دیلیت کنی اینمی قسم برای نشان بده یک چیزی که خواستتان باشه نه این بازو رقم برای نشان میده نه دیتیل لپاره کلاود خیر دی یو هغه پاتې بیا درته ویډیو کې راغی تلک سبن یعنی کولای شي چې همداسې موخه اوس که ته ورته وای دلته یو څو اپشن دي ښه دلته ګوره دې ځای کې چې دی یو دغه نښه یو دا دی ښه اوس وګوره که ته ورته وای چې ډو ناټ کراپ ویو یعنی ماته مې کراپ کوه که نه یعنی هماغه ډیټیل لږ درته ونه ښیي بیا ټول ویو درته ښیي هلته وګوره ټول ویو ښیي که ته دلته ورته وایې چې ما ته هماغه کراپ ویو وښیه بیا هماغه درته ښیي که ته داسې ورته وایې دلته چې دغه دا لاین اوس تا نه خوښېږي چې ښکاره سي که نه ښه نه دی یگان جای نمی لاینه که چی گرفته خوب نمی باشه که معلوم شود این ای را باز بگوین که برایشان هایت کراپ ریژن باز هیچ برای معلوم نمیشه اونمو لاینه که کراپ کردی اونمو هیچ برای معلوم نمیشه اگر برایش میگی معلوم شود اونه برایت معلوم میشه صحیح خب باز میرم در سیکشن تا و بیا لارسوخه حالتا ما چه تغییر راورد اینجا ما اونمو چی آمده اینمی تغییر اینمی اینجا آمده که چی رقم ما آورده این میشه که اجست کنی چی رقم که میخوای خب اوس رازو یک دیتیل میگیری که بیخی غیر منظم باشه نه یه خب بیخی منظم بود اینجا یک کلاود بود که اینجا منظم بود رکتینگل بود خودتان برایش سکیج میکنی هر رقم که میخوای اونمو رقم بریم مثلا ما میخوایم از اینمی ای تو بریم اینمی تو یک دیتیل یک مثال هستم خب نظر باش اینمی قسم میخوایی که از اینمی ریژن چیزی که اینمی خطا را ما جور کردیم اینمی را ببینیم خلاص از این دیتیل نشان بده پینش کنین باز برین یا رایت کلیک کنین
یا اونجا کال اوت میای خب اینمی ما در سیکشن گرفتیم نه در سیکشن اینا کال اوت نمبر 2 هستن میشه اینمی نامش هم تغییر بده ما از اینجا نزدیک میریم گو تو ویو اینجا در ویو که برین اینا برایت معلوم میشه این میشه که حالا اینوتیت بکنین اگر اینمی اتاق هم میبینین اگر در تگ برین که این تگ شده باشه نه این تگ نشده نه پس ما دیلیت کردیم اگر او تگ می بود تنها اینمی تگ همی گرفتی اینجا اونمو اتاق نامش میامد معلوم میشد نه پلورم تگ کولای سی دلته ما مطلب دغه د خپل کومه کوټه چه ده که دا تگ سوی وای پلور که اینجا سب سکشن بس. نمیکنه در سیکشن هر چیز تگ میشه ولی مثلا این پلور که تگ میکنه این میشه ولی این اتاق خو معلوم میشه نه این کالاوت از این سیکشن از این اتاق گذشته اگر میخوای نام این اتاق برایت معلوم شوه اگر تگ کرده باشی در پلور باز اینم اینجا میتونی که اینمی را تگ کنی اگر در فلور کرده باشی اینو نمیتونی نه اینجا خو نمیشناسه این اتاق نمیشناسه باید در پلور چی باشه سافتویر هم میتونیست که هم در سیکشن چی را بشناسه اونمو اتاق بشناسه هم در چی هر جای خود داره خب اونم اونجا باید بری حالی تک کار نمیکنه نه این منزل 2 هست نه 2 هست خب ببین منزل 2 نمیکنم اینجا بود نه اینجا بود یا اینجا بود اگر تک کنین سیکشن ازی تیر شده بود نه خب برو گرید لاینش هم میبینیم که اینایی در گرید لاین 4-5 در بین 4-5 نه در بین 4-5 در بین 4-5 اینمی اتاق هستن این ما چی میکنیم تگ میکنیم سایز 4-5 بشه جالب نه او سکشن ما چی گرفتیم خب یک سکشن مغلق هستن از اینجا تیر شده ای تو رابطه اینمی اتاق هستن خب این روم نمبر این روم از بخیده چی رفت خب حالی میریم در سیکشن در اونمو سیکشن میریم سیکشن 6 بود ببین اگر حالی اون نشانش میبینی آمد حالی اگر تگ برایش میگی بایی که تگ روم اونمو نام برایت میمانه ضرور نیستن که باز بری با پلان ببینی که کدام اتاق است چی نامش بود اگر او یک دفعه تگ کرده باشی روم دیگه اینم اینجا تنها تگ میمانی خلاص رومه که یک دفعه باید به سافتویر ورته وربی پیژنه سافتویر ته چې دا کوټه سو په پلان کې بیا هغه په سیکشن هر چیرې ته چې ځې هماغلته پیژنې بیا یوازې ټګ اپشن ته ځې ټکای بس در سره ټول ټکای صحیح ده دې ځای پر کوم مشکل نه لري په سیکشن کې کال اوټ کې همدا خبرې وي که ریسیت کوي ریسیت میشه پس شکلش با اونمو شکل اولی آمد دیگه ایدیت میکنه ایدیت هم گفتیم اگر میگی که ما پیش بریم خب میریم اگر میگی که بس است خلاص در این اتوکاد ما شما یه خط میکشیم مشتر میکنیم در این ها پاوال نشان نداریم نه این چی است؟ نه در خودش مثلا ماتریال که نشان میده خب اونمو تگ هستن نه ما اینمی تگ برایت گفتیم خب که ما با یک روز باز تگ برایت میگیم در یونیتیت بیاین تگ بای کاتگوری هستن خب تگ اینم اینجا در تگ که آمدیم این پلوریم هستن سایز اگر او رقم ختم میکشی مشکل نیستن ولی ای از اتوکیت خیلی خوب چی داره اینمی پلور تگ شد ای تو کشش کنین یا کمی منظمش کنین تو باش که چی شد اینه او را بیار اینمی تو اینمی پلور شد اگر دیوار تگ میکنی مثلا دیوارم تگ میکنی نه بیاین در تگ در اینویتیت بیاین در اینمی تگ بیاین تگ
دیوار است، یک دفعه برایش نوشته میکنی. مثلا این دیواری ما هستن 35 سانتی هستن، نه تک هستن. یک دفعه که نوشته کرده دیگه ضرور نیستن که این دیوار چند دفعه برایش نوشته کنی. باز هر جایی که اینمی دیوار باشه، اینمی دیوار و خودش میگیره. اینمی بینی این 35 است. این تو باش اون 35 بالا میانی. اینمی دیوار دیگه خودش میگیره. هر جایی که باشه ضرور نیست که باز برایش معرفی کنی که دیواری ما 35 سانتی تک نیست بود. اگر او رقم باز میخوایی که نه باید مثل اتوکاد واری که کار میکنی اونمو رقم نشان بتنی، باز میشه در اینمی یونیتیت برین. اینجا دیتیل لاین هستن. خب اینمی دیتیل لاین ای تو میگیری، لاین کشیدی، اینمی تو لاین ها را بکش. ولی او باز مثل اتوکاد واری میشه خلاص نوشته کنه. تکست نایی میتونی میشه کرد؟ خب ما اونمو حالی میگیم برایتن. نه اینا تکست هستن، بگیرش برش هر چیز که نوشته میکنی از این تکست یک کمی خوردش کنیم، یک دفعه نوشته کنیم سیز. مثلا structural، اینجا structural slab یک دفعه نوشته شایی خورد کنیم سیز. مثلا 39 سلیکت کنیم، 2.5 شا 2.5 اینو نوشته کرده بریم دیگه. ایدیت کنیم، structural slab یا زیر پلستر هستن اول نه. این پلستر دیگر چیز که هستن اونمو چیزا برش میگیم دیگه. خب بلد هستن او دیلیارو لپاره. ولی دام کولای سی دا ولی میټیریال ټک چې دی په دې یو ورځ بیا موږ غواړو چې ووایو، یا که تاسو بیا ودرې لږه حوصله وکړئ چې زه یوازې هماغه ځای درته وښیم چې بیا موږ څنګه غواړو چې میټیریال هغه کړو. زه یو دیوال اخلم، ګور ارکیټیکچرل وال، دا دیوال راخلم، موږ سره ایکسټیریر وال سوسو ایکسټیریر وال مثلا دا برای اخلصه. اینمی دیواره میگیریم، اینم اینجا یک دیواره که ما جور میکنیم. اینم اینجا این را سلیکت کنین، به 3D برین. این دیوار است. خب با کمی از این طرف ببینش. این دیوار را دوپلیکیت میکنیم و سرش چی که از کپش اوسو میکنیم که کمی خوبتر بمونیم. دیلیت اپلای. اوکی ببین این را که سلیکت کردی حالی برایش میگی دیوار را سلیکت میکنی. خب دیوار را که سلیکت کردی اینجا برایش میگی کریت پارت. وقتی که پارت را برایش گفتی پارت، اینمی بیخی توتا میکنه برایتن. خب اینه یک توتا شد پلستر است، بازو طرف خود خشت است، بازو طرف دیگه ما پلستر هستن. خب اینمی پلستر اگر میگی که برایش چی کنه دیواید پارت میکنی که بیخی با چی کنی چی میگه په برخو باندې وویشي. یعنی دا کولای شي چې په برخو باندې مو وویشي. دلته سیټ هغه ورته وایي یو پلین اخلي، زه دا پلین راخلم. صحیح ده. دا این پلین بگیرین، حالی ببین که چه رقم خوب صحیح منظم برایتان چی میکنه. یعنی اینمی تو ما میخوایم این رقم قطع کنه. خب این را پینش کنین. اینمی برایش اکسکلود بگوین، اکسکلود پارت. میبینی یک لیری ما که خود پاینل پلستر است و دیگه چتکه هستن، خود چی هستن؟
اینمی دیوار هستن. اگر نزدیک شوین در پروژکتور خوب معلوم نمیشه، رزولوشنش خوب نیست. نه این در پن بانین ریلیستیک اون دیوار برای معلوم میشه، اینمی معلوم میشه. اگر حالی در میتریال تگ برین، اینمی را تگ کنین خیلی خوب صحیح برای تگ میکنه، معلوم میشه. این میتریال تگ هستن. خب اینمی میتریال تگ میگیری. خب یک گپ هستن پیش از اینکه در میتریال تگ کار کنی، در اینمی میتریال تگ باید اینمی 3D تان لاک باشه. یک چی رقم لاک میکنی اینمی اینجا میایی. خب اینجا لاک هستن. یک دفعه لاک میکنی. وقتی که اینمی را لاک کردی این ما لاک میکنیم. خب این را سیو میکنیم، برش میگیم 3D view for material tag. این انجینر سه محمود لاک شد. خب مهم با میتریال تگ کول لپاره د 3D لاک کول ډیر اړین دی. کله د چې دا لاک کړه اوس دلته میتریال تگ ته راځي. ګوره کامن بریک دی موږ سره هماغه خپله واخیسته. صحیح ده؟ داسې ورته لږ هغه غواړي ښه او دقت غواړي. اوس د دې نوم مو سم نه دی ورکړی ځکه یې ناخلي. اون از کامن بریک میگیره، نه از اینمی خوبتر نمیگیره. اینمی نامش حتما نداره یا نامش خوب ندادیم در دیسکریپشن. اگر نام داشته باشه زود اونجا برین، او برای چی میشه؟ تگ میکنه. اینمی خشت که داره اون تگ میشه. از خشت تو طرف دیگه اونم خوب نام نداره. صحیح تا اینجا بس هستن. باز یک روز دینمی خوب صحیح میخوانیم. در آخرای پروژه لیارام خوب ما چی نکردیم، دیپند نکردیم. خب این شاید در این پلستر کی نمیگیره، این خود پینشنگ است. نه باید پینشنگ بیان. ما در اونجا در استرکچر دادیم. در والا زود شما بفهمیم به او رقم رفته. باز یک روز تنها در این لیارا جدا کار میکنیم هم در میتیر.